کارمندان باجخانه فرودگاه کالتوو شهر اکاترینبورگ روسیه از بغاج یک زن تاجیک مسافر پرواز دوشنبه اکاترینبورگ 44 کیلو مالهای مذهبی از جمله بیش از 200 تسبیح، 48 روی مال، 17 توقی، 19 جای نماز، 12 سچاق و 100 شیشه برای رنگ و بار چشم پیدا کردند. کارمندان باجخانه گفتند که این زن به جای پر کردن اعلامیه گمرکی میخواست از رورو سبز گذرد. به گفته کارمندان باجخانه از رورو سبز تنها مالهای را میتوان گذراند که برای استفاده شخصی باشد، ولی مالهای از این مسافر یافته شده ظاهرا مالهای تجارتی میباشند. حجم و یک خیله بودن مالها نشان میدهند که این مالها برای استفاده شخصی پیش بینی نشدند. گفتند در باجخانه سرگئی بلندن سردار باجخانه کالتوو خبر داد که زن مسافر در صحبت با کارمندان باجخانه اعتراف کرده است که یک پسرش در اکاترینبورگ در مغازه کار میکند و این مالها را با خواهش پسرش به روسیه آورده است. خود این زن یا نزدیکانشان برای شرح مستقیم قضیه دسترس نیستند. این 44 کیلو مال را از این زن گرفته با مقصد معاین کردن ارزششان به تشخیص فرستادند. نسبت به زن پروتکل ماموری ترتیب دادند و به او جریمه تهدید میکند. به گفته کارمندان باجخانه بعد پرداخت جریمه او میتواند مالهایش را پس بگیرد، ولی تنها در صورت رعایت مقررات گمرکی و پرداخت هم باج و خراج لازم. این بار اول نیست که مسافران از تاجیکستان در فرودگاه‌های روسیه برای با خود آوردن مقدار زیادی مالهای مذهبی به دست می‌یافتند.